امروز در شهر دوشنبه با اشتراک رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی زیرایستگاه برقی صنعتی واقع در کوچه جبار رسولوی ناحیه سینا بعدی از نوسازی مورد استفاده قرار داده شد. تذکر باید داد که سنه 9 مارس سال 2017 سازشنامه مبادله یادداشت‌ها میان حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ژاپن به تصویب رسانیده شده. در اساس سازشنامه مذکور 30 ایول سال 2017 سازشنامه گرانتی برای از نوسازی زیرایستگاه برقی صنعتی و ساختمان زیرایستگاه برقی نو پایتخت با ارزش عمومی 21 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا به امضا رسانیده شد. کارهای ساختمانی از طرف پودرچی گنرالی نیشیزاوا وزیر پودرچی جمعیت سهامی کشاده تاجیک گیدروالکترومونتاژ با صفت بلند به انجام رسانیده شدند. در رفتی از نوسازی 2 عدد ترانسفورماتور 25 مگاوات با ترانسفورماتور 40 مگاوات را عوض کرده، ساختار تقسیماتی 35 کیلووات و ساختار تقسیماتی 10 کیلووات عبارت از 47 چشمک‌های نمود زمان معاصر عوض کرده شدند. عین حال زیرایستگاه منطقه صنعتی و اهالی کوچه‌های جبار رسولوف، سعدی شیرازی، اسدالله غلاموف، مایاکوفسکی و محله‌های راه نو، مهنت‌آباد، ارباب خاتون، نظامی گنجوی و غیره ها را با برق تامین نموده خراجات شبانه‌روزی زیرایستگاه در فصل زمستان 540,000 کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. زیرایستگاه مذکور 18480 مشتری را با برق تامین می‌نماید که از این شماره 17480 مشتری معیشی بوده، باقی مانده کارخانه‌های صنعتی و تجارتی می‌باشند. بعد از تجدید زیرایستگاه و تامین آن با تجهیزات برقی معاصر، شماره صدمه‌های تکنولوژی نسبت به سالهای 2017 3 مرتبه کم گشته، صفت تامینات برق نیز بهتر و صرف تکنولوژی برق نسبت به سال 2017 به مقدار 1.4% کم شده است. باید ذکر نمود که بار اول در زیرایستگاه برقی مذکور ساختار تقسیماتی 10 کیلووات 2 قبته با واسطه‌های حمایه میکروپروسسوری و کار فایده‌ناکیشان بلند در استفاده قرار داده شده است که خدمت رسانیشان آسان و قلای میباشند. این همه پیشروی‌ها در ساحه رشد انرژتیکا در دوره صاحب استقلالی به واسطه با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت سزاوار تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی عملی گشته ایستادند.